اصلا بابا شما درستیم نظمی؟ ها این قبا وقت خستگی شما قبا وقت میخزید هر روز خورید اون تو؟ ها بچم اکون کلان سال شدیم کم خواب شدگی ملک رفته نمیتونم. ها هیچی کم خوبی هیچی بابا جان برای همین ما شما هم شرایطی که دادگی تلویزیون که دادگی خانتون با ترمستون پیشتون با چای گرم که آخر یا اما یک بود نان خودشتیم که تقر تقر کدگیم نیکو هیچ جایی هم چقدرش خور همه بیدار کدید آخر یک بود نان گفتم خوب سیرش تخیزم امروز من هر روز کار مونده میشم تو تا که دیگه آخر من با هم ترمس که دادم شما چایتون که من چای گرم سر به اینجا اومده قرد نکرده اونجا شته خورید گفته چایتون گرم کرد خیر همه یک بود نانم خورم از کاملتم به میرم با همه بیدار کردم بعد می آخی این دفعهش نانتونم بودم موندم در کار دسته شب خانی خودم بیام نخونجی داشتیم یک بود نان خورم گفته اونجام به تبرش اپا و خواهران عزیز هر یک شما را با کار دعوت میکنیم با کمپانی فایبرلیک بار فروخته گشتن در کار نیست عموما کار فقط تلفن کتی وقتای خالگی همون از خانه نبرآمده من هر 21 روز زیاده از 15000 تومان معاش میگیرم شما باید میتونم که درباره کار معلومات داده شما دستگیری کنم که معاش نقص برآمده رسید مرحمت اپا و خواهران عزیز با واتساپ نویسید من شما با همه شخص کرده میفهمونم